همیشه فکر میکنیم شفا یعنی ناپدید شدن، یعنی آن هیولای قدیمی برای همیشه رفته باشه. اما بعضی زهرها نمیرن، فقط شکلشون عوض میشه. از کبرا سیاه مهاجم تبدیل میشن به یک مار سفید ساکت. اونها پنهان میشن در گوشه های امن یک اتاق روشن. دیگه حمله نمی کنن، تهدید خاموش شده، ولی آگاهی ادامه داره. آگاهی باید بیدار بمونه. شفا یعنی همین. تو دیگه از آنها نمی ترسی، فقط آنها رو می بینی و همین تمام قصه است. همیشه فکر میکنیم شفا یعنی ناپدید شدن، یعنی آن هیولای قدیمی برای همیشه رفته باشه. اما بعضی زهرها نمیرن، فقط شکلشون عوض میشه. از کبرا سیاه مهاجم تبدیل میشن به یک مار سفید ساکت. اونها پنهان میشن در گوشه های امن یک اتاق روشن. دیگه حمله نمی کنن، تهدید خاموش شده، ولی آگاهی ادامه داره. آگاهی باید بیدار بمونه. شفا یعنی همین. تو دیگه از آنها نمی ترسی، فقط آنها رو می بینی و همین تمام قصه است.